سلام، میخوایم میکاپ لولو به هلو انجام بدیم. اول از همه مرطوب کننده میزنیم کل صورتمون. یه جوری باید ماساژ بدی که به عمق کل پوستت برسه. تهش هم میمالیم به گردن، اینطوری باید میزنیم صورتمون رو تا خوش بشه زودتر. رنگ سیاهی و رد جوش از بین ببریم، از کالر کارکتور استفاده میکنیم که رنگ سبزش برای جای جوشه و رنگ قرمزش برای سیاهی هست. به جایی که سیاهی دارین توی صورتتون، مثل زیر چشم یا اطراف چونه یا هر جای دیگه میزنید. رنگ سبزش هم روی جوش ها، حتی جوش فعال هم کاور میکنه. بعد اینکه زدیم، همون جایی که کالر کارکتر رو زدیم فید میکنیم با انگشت، ولی نه خیلی زیاد. اولش شاید بگی یا ابوالفضل، ولی به مراحل اعتماد کن. بعد که شبیه دلقک شدیم، کرم میزنیم به پوستمون که من خودم اینو میزنم، خیلی به پوستم میسازه. کرمم یه بدبخت بیچاره شده، داره آخرش تموم میشه، ولی خب همه جای صورت میزنیم. دقیقا مثل حالت عادی که میخواین کرم پوستت پخش کنی، همونجوری بخشش باید بکنی و همونجوری داری میبینی. با اینکه کامل بلند نشده، ولی کامل اون قرمزی از بین رفت. فقط بلند نگاه تو قرآن 13 دقیقه ویدیوه، 24 دقیقهش دارم بلند میکنم. واقعا افسانه ها میگن هم دارم بلند میکنم. بس کن دیگه، ول کن، خوب شد. الان تاثیر کالر کارکتر رو میبینی روی پوستم وقتی هنوز کانسیلرم نزدم. ببین من پشمان ریخته. بعد کانسیلر برمی‌داریم، فیوچر میکاپ برنده این و رنگش رو خیلی دوست دارم، سفید. اول میخواستم مثل این میکاپ کنم، بگم فقط گوشای انتهایی چشم، نمیتونم زیاد بد بزنم و بچپونم، خفه کنم خودم با کانسیلر. کل زندگیمون کانسیلر میزنیم، چون که ما میخوایم از این دوست دختری باشیم که کانسیلرشون روشن‌تر از جای دیگه شونه. یپی. واسه اینکه حالا خیلی ضایع نشه، اینو ادامه‌شو با همون بلندر کل صورتمون پخش میکنیم، حالا خیلی تفاوت نشه. بعد با پلت کانتور چربی یا هر کانتور دیگه ای میخوایم کانتورینگ انجام بدیم. همونجور که میبینی دماغ کوفته ایمون رو میخوایم تبدیل به دماغ دافی کنیم. ببین اولش تو کانتور کردن مهم میاد اگه زیادم بزنی، چون در صورت بلند میشه. ببین همین بلند نکرده دماغم چه باحال شد. انیمیشن توی کانتور چرب بعد یکم دست و دل باز باشه، اینجوری بزنی و اینجوری روی خود خط فک نمیزنی، زیر خط فک میزنی که بیشتر خط فکمون بزنی بیرون. بعد با این براشه که مخصوص بلند کردن چیزای خیسه مثل کانتور و اینا یا رژگونه مایه، هم شماش چنده ولی آره اسمش اینه اگه معلوم باشه. شروع میکنیم با این بلند کردن، بلند میکنیم داف میشیم. The Giga Tribe The Conjuring. یه ساعت دارم کانتور میکنم. بعد میتونیم از همین
کالر کارکتری که برای چشممون استفاده کردیم، سیاهی ها، برای رژگونه هم استفاده کنیم عزیزم. بالی اینجا کم شبیه دلقک ها میشم ولی خوشگل میشه. یکم صبر کن میبینی لبخندم و این قشنگ از این علکی هست. من خیلی خوشحالم. نصف این ویدیو فقط دارم بلند میکنم. نگاه، بلند تکون میخورم بلند. بسته دیگه زن. خب اینجا میخوایم پوستمون رو خشک کنیم با یه براش کوچولو. اول جایی که کرم رفته مثلا زیر چشمون خط افتاده اینا رو بلند میکنیم، بعد اینو میزنیم تپه کرم نشه زیر چشم. بعد نکشید براشتون، چون که وقتی اینطوری تپ میزنید خیلی بهتر میمونه، ماندگاریش بیشتره، اصلا خط نمیفته. گوشه‌های بینی وقتی که میزنی پودر فیکسو آخر سر یه افکت باریک میده، مثلا با کانتور که انجام میدی اون خط پودر میفته. و چون عقلمون کمه و جوگیریم کل صورتمون رو با پودر میپوشونیم عزیزم. ببین همون اول روی رژگونتو پودر فیکس نزن، اول زیرشو بزن که اون خط آخر سر بیفته و نیازی نیست همون دقیقا روی رژگونتو پودر فیکس بزنی. آخر سر که میخوای جارو کنی و پودر رو از صورتت برداری، خواسته نخواسته اون قسمت هم پودر فیکس روش میره. نمیدونم چرا یه کاری انجام میدم یه ول نمیکنم. نگاه کن 20 دقیقه است دارم پودر میزنم. منطقیه. بعدش یه براش گنده تر برمی‌داریم، کل این پودر رو رو صورتمون میتکونیم به همچین حالتی که داریم میبینیم، جاروش میکنیم انگار. پشت چشمون هم خواستیم خوش کنیم همینجوری، اول اون خط و خطوطا رو بگیر بعد بزن پودر فیکسو، چون یا تپه میشیم. چون حوصله‌ات سر ندارم حرف میزنم، همینجوری میزنیم تپ رفت تو چشم، داشتم میمردم اینجا رو خودم نیبردم. عالیه هورا. اصلا خیلی میدونم دارم چیکار میکنم. آره نگاه تو دوباره دارم بلند میکنم. ول کن زن، ول کن، بکش بیرون از بلند کردن. خدا خوشحالم قدر دنیا رو میدانم، خنده کنم من دست بزنم من. اینجوری پشمامون میرینیم به خودمون. بعد میریم سراغ کانتورینگ خشک. از این قهوه‌ای برمیدارم مثلا جایی که کانتور کرده بودم یک کوچولو پرایی میکنم مثل بینیم و اینا، مثلا دماغم عروسکیه. بعد که این کار کردیم خچش برمیداریم، خچش که اینجوری نوکش نازک بشه تکون میدیم، جوهرش پخش شد هنی. بعد میریم برای خط چشم کشیدن. چون من میخوام چشمامو هم کشیده کنم هم درشت. خط چشمم که دارم میکشم به سمت پایین میکشم نه سمت بالا. اول البته یه لاین تو لاین مژه‌ام میکشم که یکم پررنگ شه چشمم، بعد میام ادامه‌شو به سمت پایین میکشم. توی قسمت آخر چشم که خط چشم بکشی یه مقداری چشمتو درشت‌تر میکنه، حتی اگه دنبالشو نکشی. بعد با مداد مشکی زیر چشمو سیاه میکنم، مقداری کم، نه خیلی زیاد نه خیلی کم.
اینجا رو گفتم و به سمت پایین میکشیم، در امتداد اون خط چش خودمون به سمت پایین. ببین اگه بلد نیستی خط چش بکشی، خط چش‌های مثل این که مویین خیلی خوبن، ولی ببین من خودم مثلا با این یکی راحت ترم، عوض کردم اینجا خط چشامو، ولی کار خاصی نداره، یه مثلث رو به پایین. با این خط چشم دارم پارش میکنم. اینجا یه جامپ اوت میکنیم رژ لب، بالای لبمون یه حالت نیم دایره باید بکشیم اگه فرم لب این مدلی دوست داری. من خودم از اون هشتی لب خوشم نمیاد زیاد، مثلا همین نیم دایره میکشم که انگار لبمون هشتیه رو نداره. من خودم یکی از علایقی که دارم اینه که لب بالام بزرگتر به نظر بیاد، مثلا این کناره لب بالامو زیاد تر میکشم، ولی برای لب پایین زیاد از کادر لب نمیزنم بیرون، یعنی زکونه شطور میشه. اینجا هوا تاریک شد یا از روز میریم تو شب، این رنگو استفاده کنم برای جلوی چشم. ببین وقتی که میخوای چشات عروسکی یا درشت بشه، باید جلوی چشم یه مقداری روشن‌تر کنی و توی قسمت کاتکیریس و اگه تیره در کنی، دقیقا مثل میکاپای عروسکی، چشمات خیلی درشت میشه، بعد پیدا میکنه. ولی ببین اولش این شکلیه قبل اینکه بلندش کنم. ببین هر جای صورتت که میخوای سایه اد کنی، اول رنگتو بذار، اون سایه‌تو بذار اونجا، بعد پای بروش دیگه بلندش کن که بدونی میخوای چیکار کنی، یا همینجوری تپه تپه سایه نزن پشت چشت. من کلا از ریملای نیمه تمومم برای ابروم خیلی استفاده میکنم، چون هم مشکی میکنه، همین که خیلی خوشم میاد، نمیریزه مثل ژل ابرو اینا، دوست ندارم اونا رو. بعد من تاج ابروم یکم فقیر و بدبخت بیچاره است، واسه همین زیاد میزنم اونو. اینجا تینت برمی‌داریم میزنیم وسط لب و یهو میپریم روی اینکه نوک دماغمون رو سفید کنیم با هایلایتر و نوک دماغ و گوشه‌های جلوی چشمم هایلایتر میزنیم. اینطور که میبینید کلا یه مقداری بود بیشتری به چشت میدم، جلوی چشم رو روشن میکنیم، انقدر میزنم ول نمیکنم. ولی اینجا بعد دوباره میرم سراغ موژه که حالا نداشتم ویدیوشو بگیرم. با این موژه ستایی ها دونه ها خیلی سخته گذاشتنشون، اینا راحت تره. موژه رو نشون نمیدم چجوری میذارم، ولی یه قلب کوچولو کنار چشم میکشم.